اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. شام گذشته نیروهای هوایی شجاع و مخلص وزارت دفاع ملی 4 تن انجینران ایرانی و 5 تن مجاهد گیرمانده در برف را در ولایت هرات توسط چرخبال نجات دادند. محاکم ولایت پکتیکا در ربع سوم سال 1401 هجری شمسی علاوه بر حل و فصل 565 قضیه 381 وثایق دیگر را اجرا نموده است. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه از تعداد از کارمندان مجروح وزارت امور خارجه و همچنان از شهروندان مجروح حادثه دیروز در شفاخانه 420 و شفاخانه ایمرجنسی بازدید نمود. برای زخمی های حادثه علاوه از کمک نقدی از مسئولین شفاخانه تقاضا به عمل آورد که برای زخمی های حادثه توجه جدی نماید. وزارت فواید عامه میگوید شهرهای سالنگ که به دلیل طوفان شدید و بارش برف بسته شده بود پس از تلاش مداوم ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها بر روی ترافیک باز شد. در مناطق دورافتاده کوهستانی و روستاهای ولسوالی ناری ولایت کنر کارمندان صحی کلینیک سیار هلال احمر افغانی در هفته گذشته 631 بیمار مرد و زن را درمان کرده است. منصوبین شجاع و دلیر حوزه ها و ولسوالی های قماندانی امنی کابل در روز گذشته 24 تن را به جرم های مختلف دستگیر کرده اند. از سوی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در جریان مراسم ویژه از تلاش های انجینر محمد رضا احمدی سازنده موتر افغان تشویق و ترغیب به عمل آمد.